دکتر صاحب، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از شما. شما در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره کدام مسائل کلیدی صحبت کردید؟ رئیس جمهور افغانستان و ما اظهار تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم ایالات متحده آمریکا که برای دوام همکاری‌هایشان تصمیم گرفتن و برای حمایت مالی که از اطمینان دادن از نیروهای امنیتی ما می داشته باشند. البته آقای اوباما در صحبت‌های خود یادآوری کردند که اگر ما اعتماد نمی داشتیم بالای حکومت وحدت ملی و یکی حکومت وحدت ملی در قبال مردم افغانستان به تعهدات خود عمل میکنه، ما این تصمیم نمی گرفتیم و تصمیم ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار بود بالای تصمیم سایر کشورها، در حالی کشورهای همکار افغانستان تعدادشان خود هم آمادگی دوام همکاری ها را نشان داده بودند. از این لحاظ بیشترین بحث روی مسائل امنیتی افغانستان، مسائل ثبات در کشور و مسائل اصلاحات و مبارزه با فساد اداری روی از این مسائل متمرکز بود. همونطور که شما فرمودین، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به تازگی و پیش از این نشست اعلام کرد که 8400 سرباز امریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. این خبر ممکنه برای شما امیدوار کننده باشه، اما برای طالبان که از مخالفان حکومت وحدت ملی بودند، اونها همواره با حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالفت نشان دادند. آیا ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنای تداوم جنگ در این کشور است؟ خب در مورد ادامه حضور نیروهای خارجی، هر افغان آرزویشی خواد بود و هست و از ما هم هست که ما روی پای خود بایستیم در تأمین امنیت و در دفاع کشور از ظرفیت‌ها و نیروهای خود و از منابع خود استفاده کنیم. چیزی که این کار مشکل ساخته ادامه جنگ است و اگر طالبان هم واقعا آرزویی را داشته باشد که در افغانستان نیروهای خارجی نباشه، راهش قطع جنگ است. عامل دوام جنگ، شما میدانید که در افغانستان قبل از حضور نیروهای خارجی هزاران نفر تروریست خارجی وجود داشتند. یعنی طالب ها که ابروز ادعا میکنن که دلیل ادامه جنگ در افغانستان از طرف از اونا دوام حضور نیروهای بین المللی است، در یک زمانی بود که یک نفر از نیروهای ناتو یا نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نداشتند. برخلاف هزاران نفر تروریست در همکاری با طالب ها و در تحت حمایت طالب ها از یک طرف در برابر مردم افغانستان می جنگیدن، از طرف دیگر صلح جهانی را و صلح در سطح منطقه و کشورهای همسایه تهدید کرده بودند. پس راه ای که مردم افغانستان به آرزوی خود برسند که صلح در کشور خود تامین کنند، قطع جنگ است. اما در این حال دولت افغانستان وظیفه خود میدانه و مسئولیت خود میدانه که برای دفاع از سرزمین در برابر جنگ، در برابر خشونت، در برابر تروریسم از جامعه جهانی تقاضای همکاری کنه و ما تقاضای همکاری و دوام همکاری ها را داشتیم و تعهداتی که فردا اعلان میشه در کنفرانس ناتو، برخی از کشورها چندین سال تعهد دارند برای دوام حمایت‌های مالیشان از نیروهای امنیتی افغانستان و دوام ادامه ماموریت نیروهایشان در افغانستان. البته بعضی کشورها نظر به قوانین داخلی خودشان و پروسه پارلمانیشان بیشتر از یک سال تعهد کردن نمیتونن. پس در حالی که ادامه جنگ آرزوی ما نیست، داوطلب جنگ هم ما نبودیم، اما برای دفاع کشور و برای تامین امنیت کشور جلب همکاری نیروهای بین المللی را ما وظیفه خود میدانیم.
طالب ها اگر بهانه‌ای برای دوام جنگ داشته باشن، اونا بدون حضور نیروهای خارجی هم جنگ دوام دادن و بسترسازی برای فعالیت‌های تروریستی در افغانستان بودن و با استفاده از خاک افغانستان در بیرون از کشور و بدون اجرا. جناب دکتر، باراک اوباما همچنان گفت که وضعیت امنیتی افغانستان هنوز هم متزلزل هست و طالبان هنوز هم به عنوان یک تهدید پنداشته میشن. آیا طالبان توان براندازی حکومت شما را دارند؟ خب اینا که آرزویشان همی بود. اصلا بعد از سال 2014 فکر میکردن تا ختم سال 2014 یا در نهایت سال 2015 اونا میتونن از لحاظ فعالیت‌های نظامیشون مسلط شوند، با توسل به جنگ و خشونت مسلط شوند به بخش عمده از افغانستان. به این آرزوی خود نرسیدن و این کار تحقق پیدا نکرده. مردم افغانستان هم دوباره طالبانی شدن افغانستان نمیخواهند. نیروهای امنیتی افغانستان هم شهامتی خوبی از خود نشان دادن و با دادن قربانی و قربانی سنگین دفاع کردن از مردم و در این حال جامعه بین المللی هم در پهلوی مردم افغانستان هست. اما مهمترین مسئله در این راستا چیست؟ کو حقانیت موضع دولت افغانستان است. در حالی که دفاع را ما مسئولیت خود میدانیم، همیشه دروازه صلح و گفتگو را باز گذاشتیم، اما که متاسفانه جواب رد از طرف طالبان در این قسمت ارائه شده و این سبب دوام جنگ در کشور بوده. علت دوام جنگ در کشور بوده. چرا تلاش‌های صلح شما به نتیجه نرسیده دکتر صاحب؟ هر دلیلی که وجود داشته، او دلیل مربوط به دولت افغانستان نمی شده. تعداد از کشورها هم قدم گذاشتن، کشورهای دوست افغانستان، تا از تاثیر خود، از نفوذ خود برای زمینه سازی، برای گفتگو استفاده کنند. اما تا حال که نتیجه نداشته، دلایلش مربوط به دولت افغانستان به هیچ صورت نمی شده. مربوط به موضوع خشن طالب ها بوده که اونا ادامه جنگ بر خود راه حل انتخاب کردن. آیا پاکستان با شما در زمینه تلاش‌های صلح به گونه صادقانه همکاری کرده؟ همیشه توقع ما همی بوده که ما همکاری صادقانه کشورها را خواستیم در این راستا و اما نتایج وضعیت چیزی است که همه ما شاهدش هستیم. ما امروز هم فکر میکنیم که پاکستان تاثیرگذار بوده میتونه در صورتی که خواسته باشن فشار وارد کنن. همینجا بخوام بپرسم از شما دکتر صاحب که گروه‌های وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان چقدر خطرناک هستند بر شما؟ امروز داعش یک تهدید است که هیچ کشور او را نادیده گرفته نمیتونه و در افغانستان هم در شرق کشور خصوصا داعش فعالیت‌هایی را آغاز کرده بود در یکی دو سال گذشته و فعلا هم در گوشه‌هایی هستند. در این شک نیست که تلفات بسیار زیاد داد داعش در افغانستان و مردم هم در برابرشان قیام کردند و نیروهای دولتی هم خوب عمل کردند. اما هنوز هم متاسفانه داعش وجود داره. ای که آینده نداره در این من شک ندارم. در این که امروز یک مشکل است هم برای ما و هم برای سایر کشورها، در این هم شکی نیست. دکتر صاحب، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از شما. تشکر. سلامت باشید. تشکر.